علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم خوب هستید السلام. آقا؟ بله برادر محمد فرما. سویتکستان. اینجا همه نویسوست که این مرده است یا نمرده است گوته رحمانوف. اگه وظیفه ما مردن هم که مرد پدنالات میفهمیم که جونش بروما دیگه ما هم چیزی میدونیم هم رفتیم ما درو نگیم نتونیم بگیم که یک کاری نشده است بگیم شده است. اما خاطر وضعیت بزیبایی وضعیت واقعا بزیبایی مردم باید آماده باشن. تمام زنده ای مرده بدتر با کیلوزیم است. زنده ای مرده بدتر با کیلوزیم است. حساب کنید که مردگی است بدن. خدا لعنتش کند. الله لعنتش کند که نخواه تو همین درجه به خدای مردم خور و ذلیل شدن. مردم در بدر خود بسر شدن. تو که این مردم ما سرخم میگه باشه من نمیدونم. این مردم هم گناهگارن کو. این مردم هم باید یک گپ شوند، یک دست شوند، یک مو شوند. باید همدیگه را دستگیری کنند. سبحان الله. تو ما یک جان شویم هیچ گام پیروز نمیشویم. این پدنالات اگر مرده باشد همون یخدان دنگاره با فکرم از جو کردگم باید دیگر ملت راه ندهند اینا به سر قدرت بیان بدون اینکه 35 سال دیگر همه خاری و ذلت و دربدری خلق به سر ادامه میدهد. این پدنالات همین فهمیدیم که روزی مردهش اعلام کردن این ترسوهای ترسونچک باید ملت به پا خیزد که ما دیگر این اولاد به بذاریم ما خود ما باید انتخاب کنیم پرزیدنتی آینده تاجیکستان رو. اینا ما فکر میکنم ترسی کنی همون مجاهدای اعلام نمیکنن که زدن ندارن گوتا قاچاقچیای بردن کشتن گویا که تروریستا دارن باشن گوتا اونا یارو قاچاقچی نیستن اونا قاچاقچی نیستن برادر محمد تقای قاچاقچی نیستن اونا قاچاقچی نیستن اونا قاچاقچی گفت کو قاچاقچی میگن دیگه چی بودن قاچاقچی نیستن اما گفت که دشمنان هم رحمان فن فهمیدن که رحمان رو در درون فلادلفیا گفت که یالا تز کردم اومده هستن فهمیدن هر کسی میگه گفتم بگیره و تزاس که اومده هستن هر طرف ولی بعد مردم میدرو یخ بخواد دیگه مردم میخیزه درون ان شاء الله اگه گپ بشه حتما ان شاء الله که رحمان افت دیگه امید دارم ان شاء الله که این توده افباش باید نیست شونکو باید مردم هم هوشیار باشن. مردم اگر زیرکی سیاسی گفتی همین خدا لعنتی به دست نگیرن باز همون روزی سیاه باز همون بدبختی ادامه میده. سبحان الله در طول 35 سال یک قدم پیش نرفتیم فقط فریب کردیم ما زندگی کردیم. باید مردم کلاشون کار فرمایان نکنن. ان شاء الله رحمان مردم که هوشیار که شدن ما این پدنالاتای راه نمیدیم. یگان تش لازم نه نه یتیم و فش لازم نه بقچه لازم نه و پدنالاتی حکومت لازم هیچ کس لازم نیست. ما خودمون انتخاب میکنیم. هر برادر امنیتی که با مردم هستند و طرف ما میگردن ما اونها رو در آینده ان شاء الله باز میمونیم کارشون ادامه میدهند. درست اکو با مردم اگر بودگیش با مردم نبودگیش هم خیلی آدما ما با لازم نیستن. اونها خطرناک هستن. اونها باز این ملت رو عذاب میدهند. این ملت رو به احترامی میکنن. خیلی آدما ما در کار نیست. ما ان شاء الله هر برادری که با مخالفان و با ملت هستند و درباره ملت و درباره مخالفین هستند آنها کارشان ادامه میدهند در آینده ان شاء الله الرحمن. اون خیلی خائنای خیانتکارا ما با لازم نیستن. برای همین ملت هوشیار باشین. بس دربدری خاک بسری بس سبحان الله سرخمی بس این عذاب و بس این دپورت و بس این شلاق و شتم بس این دشنام و حقارت و دشنام و حقارت کردن. همین 200 نفری آخران پیش کردن اکو همین خر پوست میپرافت. اگر خر زبان میداشت پوست میپرتافت. هر کدام همین که دپورت شدگی همین زن رحمان فقط زن رستم مخورات کردن. هر کدامش همین دپورت شدگی و او زن و پدر و مادر نزدیکاشون که پلی اخیرانشون دادن به رو بلیت کردن روی کردن اونها هر کدامش لعنت کرده هستن. گوری مریم در بگیره گفته هستن. تمام اون مردمی که در مصیبت عذابن همه اونو دعا کردن. این دعاها کو وقتی امکان نداره که این پدر سگ خونه یعنی بردوشی خونه ساخت ان شاء الله که حتما تاثیر خوشونه میرسونن دعاها. اما برادرای امنیتی ها ما باور نداریم که همه اونها خیلی ظالم باشن. همون نخواه همون ظلم و ستم همون روسای نبینن. سبحان الله اونها من باوری دارم که فردا یک گپ شود آنها با مردم هستن ان شاء الله الرحمن. تنها آنها یک توده افباش قاتلاتی تاجیک کش هستن. انا همونها باید ملت هوشیار شون. انا همونها ما باید یک بره کنیم. انا همونها باید میدان بدرویم. فهمیدید؟ نه اینکه عسکر و افسران بیچاره پیش کنن و برانو نابود کنن و با اپوش زنن. رنگی علی بیدی که خدا رحمتی گناهگار کردن و گویا که وای سالدت های زده باشه و بیچاره اعلان کردن دنیای گوش فلک پرخو که رحمانوف کار کرده بود که ما تروریست نابود کردیم. یا وقت نوار علی بیدی که رحمت الله علیه زنده پیدا میشد. آدمی که اعلان کرده بودن که ما نابود کردیم. و این شرمندگی شما الله لعنت کنه. یگان جنایتی تو حرامزادی پرخوک فراموش نشد از رحمانوف. برادرای بدخشانی کشتی علی بیدی که ازدواج کرده کشتین. اینا ما فراموش نکردیم. تیارتون ببینید. شما پلیدو تنها با زور سلاح یک بار میشوین. هستن این برادرها که مردم باید هوشیار باشن. مردم دستگیری کنن باید.
خیلی دیگه ترس و وهم سبحان الله این زندگی امروز ده ها نفر زنگ میزنن اکو که ما چیکار کنیم ما تاجیکستان رو همه 1000 سوم پرفتیم و 500 سوم پرفتیم ما یا مجبور دارم که بیایم ما شما عفو میکنیم پیشوا بیا بخشش میپرسیم پیشوا یکی خلادلنگ بچو کردیان پول کار کرا گشتیم پدانالتوی غمنیتی ها الله لعنتتون کنه آخه شما چخیل دلتون میشه سبحان الله فرزندای هم بیچاره چخیل نگاه میکنه چخیل نونی همون حرام گلوی شما میگذارم من از گلویتون میگذارم من نمیدونم سبحان الله خیلی زندگی است که حیاتی مردمی تاجیک حیاتی سگانه شما از سگ بدتر این مردم غارت و این مردم تجاوز این مردم تمام یک سوم پولی بیچاره کارگرش کشیده میگیره این چه زندگی است سبحان الله تمام میلیاردهای این اولاد حرامی باید ما بازداشت کنیم این پرخر اگر اعلان شود روزی مردش و چاپلوسای در فیسبوک چی نوشتن گپای محمد اقبال دروغ گفته تلخ کفن پیشواشون نمیدونن در کجای زهره کفن همش فهمیده دو پاچکر ها تو میمونیم تلخ کفن گفتی گپا همو معنویاتی پنجکن بود با حوزی ایدئولوژی دیگر سایت بویاکو ایدئولوژی دروازه ایدئولوژی ایشکاشی ایدئولوژی فایده اگر هر روز بنویسه با خوب تره شما کم کار کرده سی بازی من اما شما کو 20 ساعت بازی کار کرده سم همه پدانالاتو اگر ماز باشن چهرهاشون در کار کو همیشه برای نازی همه معنای ایدئولوژی نمیفهمه همون اوله فقط بیچاره معنویاتی پنجکن کسب کارش فقط بازی و تروریست و اکستریمیست من نمیدونم و کی باشن با هیچ کس دستگیری نمیکنه خودش لایک میمونه باز نمیشرمه اینجا طرفدارش نباشه کی طرفدارش میشه باید همون نوشتن که آخه بس بوده که سبحان الله این گپا که ما یک قدم پیش نمیرویم چی نکنین گپای دروغ کو تروریست کی اونجای تر کنده است خیلی هم آدمو مردم مینویسن کامنت های پاک میکنه پدن الله نمیمونه که مردم دیگر باقی مونده مردم خوانن و گوین که این حرامی ها دروغگو بودن گفتا کامنت درست اونو دوید پاک میکنن فهمیده همین ادیک ایدئولوژی نداره ادیک معنویات نداره یا آدم که توپویا او ایدیجو ایدئولوژی داره ایدئولوژی رحمانوف عینوف پویونای خودش قطعی دختراش 7 دختر پراستیتوتکا داره 7 دختر پراستیتوتکا ایدئولوژی عینوف پویونای یگون کاپیت احمد نیست الله شاهدای ایدئولوژی بچهای رحمانوف عینوف پویونای ایدئولوژی دختراش هم ایدئولوژی پول می مودای خونش چی نبره لوبایتش ایدئولوژی هم عینوف پویونای رحمانوف ایدئولوژی نداره ایدئولوژی نداره ایدئولوژی ساختن برای رحمانوف آخه اقلا یگون خاک چیزاشون کشف نمیگه ایدئولوژی هم میره سجده کندر کنه ای با ایدئولوژی وقتی میگوی چی ایدئولوژی داره شما کدوم ایدئولوژی بخدا قسم ای بس اکو ای بس که نخو مردم بیچاره پول روان کند اسفالت کند تمام جای منفرش کند شما با پیش گوین سبحان الله از الله شرم نمیکنین شما پدانالتو شما خائنای ملت شما دشمنای ملت سبحان الله پدانالتی که یک قدم ما رو با پیش نبرد شما کجا با پیش میگوین همه راه مردم بیچاره سم روان کردن اسفالت کردن اما دهه نگنات دو بار با فکرم اسفالت کردن اما مردم با 1000 تومان جمع کرده باز وای کردن اسفالت کردن اینو با تشبوسی پیشو به ملت تاجیک هم اسفالت شد یک پرخره که همو پنجرو درفت چه نگنات نرفت فقط خطایی های رویکرهازی کانای زدن لب کردن همو کوهی چور میفروید روز همو 380 خواجگی تا همو کوهی چور میمونن سبحان الله همه جای کندر رسوا کردن خطایی ها با اونجا کومر نیافتن همون پیش گرد نزد خانه ما با طرفی کوه بیر گذاشتن اون پاری دریا اگو اونجا یوازی کوفتوسن ای چی میگه این کی خدا لعنتتون کنه یا سمردین بود که میگه محمد اقبالتون چند سال شید گپ زده سای چی شید هیچی یعنی همین مردم چاپلوسا هم ایدس همین رحمانو خاصش دیگه میگه آخه چی خگم آخه من وظیفه‌ام آگاه کردن ای وظیفه‌ام معلومات دادن ای وظیفه‌ام فهموندن ای من چیکار کنم بگو دب کنم اون کار آخه نمی میگه چیکار کرد هیچ گپ نشدم گپ زده است اینا فهمیدی یک موگه که گپ زده هیچ گپ نشده است هم گپ پیش دسته که خوابی در از گشتم می سمردین ها که چی بگم دیگه هم گپ تو ان شاء الله رفتوس امر خداوند کی اگر تو هم میانات مستحکم بندی گویی که رحمانوف ظالم است یک برادر دیگه هوشیار میشن میگه که همین طرفدار رحمانوف بود فهمید اصلاح شد که ظالم بودنش رو یعنی درک کرد و شما همتون به طرف باشین یک قسمتون کجا ما با پیش میریم کجا ما چی میشویم پیروز میشویم باید هم ظلم رحمانوف گوید نه اینکه محمد اقبال نه اینکه دو سه نفر دیگه تمام مردم باید ظلم رحمانوف گوید رحمانوف باید خودش شرم کنه همون دو بار من مراجعه کردم شرم کرد خودش ممکنه بدار آویخته باشه دوله که نخو 35 سال و 2 ساعت مردم برق پیو باز با پیش گویی این شرمندگی است ان شاء الله امید داریم که این مردم به وطن برگردیدن بس از امریکا و اروپا و نروید اونجا سبحان الله به وطن برگردیدن هموطنان عزیز ما همین ظالما یک بار کنیم بازداشت کنن همون
برادرای امنیتی هستن، آدمایی که در حقیقت اینها رو بازداشت میکنن. این اولاد ان شاء الله رحمان محال روزی 25 یک نوار میکنم، اونا مراجعت میکنم. تمام مبلغ اینا رو برگردونم کار. معلومات دیگه از یک نفر مهم رسیدگی باور که خیلی نشش میکنیم. میگه که بیچاره وضعیت چه بزیب شده است. دست است که بخیزه کاروچی کورو را سر کنیم. بیچاره خیلی فلوبی است. مقصد که معلومات کورو را سر کردن در کره دیگه نمیشه وای قشیشتن، یعنی درون خانواده رحمان فای. آدمی که 24 ساعت خاطر رحمان فای. یعنی حتی همه آدمای اطرافش خسته دیگه نه. شما چوپلوسو ایزونا میکشی و خی بخدا این شرم میکشی. خیلی مرادی برود وجه دیگه راه گفته است. برای میدونه که بعد مردن رحمان رو هم بردن با تپانش بعد یو تلخش میبرن می تپان قطی کی خاطر رحمان برای سیر اسرار بسیار میدونم. مراد زنده قبیده شوه اگر بسیار معلومات زیاد میدونه. همین رحمان مرد بعد مرادم بعد من بخشش قطع کردم. گفتم سال 2008 من یکم بار روسیه رفته بودم، سنت پترزبورگ. همونجا فهمیدم که یک شب خدمت مراد برود $4000 بوده است تا تنهای رحمانوف میشته است. و وای سیر و اسرار ندونه، با من میدونم. سبحان الله. عاقبتاشون وای کوی همش پولی مردم است، پولی حرام. فهمیده؟ همون رحمانوف اگر مردم دستگیری میکرد و بعد اما قد آدم کشته به سر قدرت اومد، جای کار میداد و میکرد، آزاد خواب میرفت. باز این اولاد کو شبای خوابشون پریده میخیزن آسمون با. فهمیده؟ تلخ کفن اینا خواب ندارن. ازی باور کنه عزیز ما کسل رحمانوف پرپیچان دورنی وای با مرگ با این اولاد همش داره کفن. برای اینکه پول حرام خودشون اوزبکو خستش دیگه. رحمانوف میگه امام علی رحمان استپا دوست کراچی ای پلاس میگه که همون لهجه اوزبکی خاطی نمیشه سمی. حتی اوزبکو ایت رو نوروزی هم پدنالات خر اینجا نوشته است امام علی رحمان استپا دوست کراچی ای پلاس. بهترین اینا هموطنای ما هستن. اوزبکو لقای خلیقو توجیکو هم ما برادریم. تنها دشمن ما انمی ظالم و اطرافیان انمین قاتلای گرد و اطراف همین برادرای امنیتی هستن. چند نفرشون با من صحبت کردن، آدمای خوب هستن. اونا حرامخور نیستن. اونا گروهای مخصوص هستن. الحمدلله عددشون در شنبه در منطقه تاجیکستان زیاد هستن. چون که در گروه ها هستن زیادن ان شاء الله. میدونن که چیکار کنن. ما یگان آدم کش نیستیم، ما یگان کاری غلط نمیکنیم. ما میدونیم چیکار کنیم. ما ان شاء الله همه کار میکنیم که ما تیار میکنیم برادرای سلاح داره. یکی ما آدم نمیکشیم. ما تیاری میبینیم، ما هم تو میکنیم که اینا همشون کو حیران شون که چقدر این اولاد ما بازداشت میکنیم. این چاپلوسا با هم وقت شما ما نمیبخشه. حتی فرزندی پدر هم باشد والله ما پسی پنجرم برام بعد آزادی. همین پیرخو که رحمان و کسی پشتیبانی کنه و طرفداری کنه. مگر فراموش نکنید آزادی برادر تا زندان کنی بعد دیگه راه نداره. هر انسانی که همین ظالم پشتیبانی میکنن و آدم جاش پسی پنجره است. می توانست برات هجرت کند. پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم چرا هجرت کردن؟ ظلم و ستم بود، هجرت کردن. همیده. اما کسا می توانستن نعوذ بالله خاموش ایستن و کفا زنن و یعنی در نزد الله شرمنده شون. الحمدلله این تو نکردن کو. پیش رفتن گفتن که ما الله به تنها میترسیم، ما باور داریم پیروز میشویم. پیروز شدن الحمدلله بعد 13 سال. نخواهد انسانی که 2 ساعت تو با برق میاد تو باید پشتیبانی کنی. یک انسانی که 4 میلیون توجیک دربدر کرده است، هزارها گستی نیست شده است، چندین صدها جای بزرگان ما رو چاپه کرده، فاحشه‌خانه برداشته است. من باید پشتیبانی کنم. یا الکشی خدازدی شرابنوشی دشمن ملت توجیکا باید آشکار کنه که مسجد نسازید، من عصبی نکنید. بس اینجا چه دشمنی شود الله و رسولش بکو. ما چقدر باید پشتیبانی کنیم؟ سبحان الله. واقعا سبحان الله. چشماتون کور یا ملتتون دیگر نفهمتون. رحمان و بازیدی دینی ما، بازیدی الله یکم یگانه ما، بازیدی پیغمبر ما، بازیدی زیدی مسجد ما چی گفتاست شما نمیفهمتون. یا خداتون به خاطر 2 پچکر رالتون نمیخواد مردتون پرت افتادتون تاجیکستان با پیش گفت. هر انسانی که جنایت کرد، پشتیبانی کرد، خیانت کرد، تهمت کرد، وای فردا حکومت نو که اومد جواب میده دکو. فهمیده؟ وای خاک کسی نباشه از آسمون چکیده باشه و جواب میده. حالا خیال میکنید که اینو حتی که پرده محمد اقبال اکس مونده گپای بیجا زده دشمن مخاله کردن فردا اینو پیدا نمیشن. شما خیال میکنید اونها خودشون نزد حکومت نرم بیان که فلانی ما مجبور کرده. تمام اونا آشکار میشون. فهمیده؟ 100%. این روزا نزدیک است. گپا اینا به عموم مردم باید ما دعوت کنیم که اینا باور نکنن. مردم با ما یک خواهش داره. مردمی توجیک با هر کسی که بازیدی محمد اقبال، بازیدی محمد تقوی، بازیدی دیگر برادرها چه تهمتی که میزنه وسط باید ترب بود کنیم که تو پدنالا کی رنگ نمی شرمرده با چهره برو
اگر با چهرهش برود